نزدیکان کرامت شریپوف میگویند او وقتهای اخیر از بیماری قلب رنج میبرد و صبح امروز دلش از زدن ماند. به گفته این پیوندانش، شریپوف در شهر وحدت از عالم گذشته، جنازه‌اش را برای دفن به زادگاهش ناحیه فیض‌آباد بردند. کرامت شریپوف روز 8 می چند ساعت پیش از مرگش در صحبت به ما گفت که در شهر طول روسیه زمینش را فروخته است و میخواهد 1 میلیون روبل آنها را برای کمبیزاتان در تاجیکستان و مهاجران کمک رساند. کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در روسیه از حامیان معروف در میان مهاجران تاجیک بود که حکومت روسیه و تاجیکستان و به خصوص کارفرمایان روس را زیاد تنقید میکرد. شریپوف شهروندی روسیه را داشت، ولی مقامات روس ماه دکبر سال 2017 شهروندی او را بیکار و خودش را به تاجیکستان اخراج کردند. در شرح رسمی قرار دادگاه مسکو گفته میشد که سبب اخراج شریپوف از راه تقلب به دست آوردن شناسنامه روسیه است. و مدت دراز که 25 سال و 6 ماه مولت عمومی خدمت من هست، اونا در روز گفتن که نیست. و من میدونم سببش چی است. سبب اساسی اون بود که این جامعه تاجیکان وقتی که صدا برآوردن ما بود نسبت در دولت روس دست کشیدن از غلام بودن ملت تاجیک و این پیشنهاد رو با حکومت تاجیکستان و با دیپلمات‌ها ما گذرانده بودیم، رسانده بودیم. با دولت روس این ضربه بود، چون که تمام 99% امروزه مهاجران ملتی تحت نظارت شخصانی هستند که فئودالیسم را پیش ببرند. یکی غلامداری که فئودالیسم است. اونا بودن و اونا صدا برآوردن و با صدای اونا من خودم نظر نمودن که چاره و اندیشه خوب دیدن در کار است. و دید دولت روس و با گفتنی هم که این حالت شده است به یاردم تاجیکستان نشده است. اما کرامت شریپوف تا آخر اخراجش از روسیه را کار یک گروه منفعتدار میدانست که به حمایت او از حقوق مهاجران ربط دارد. در یکی از صحبت‌های آخرینش با رادیو آزادی که ماه مارس سال روان در دوشنبه داشت، وی گفت که نه به محروم نمودن از شهروندی و نه محروم نمودن از نفقه راضی نیست و مبارزه خواهد برد. او با تأسف زیاد تنقید کرد که با احتمال قوی در اجرای این عملها به گروه‌های منفعتدار روسیه بعضی مقامداران تاجیک هم کمک کردند. کرامت شریپوف در دوام بیش از 20 سال گذشته که بعد از خدمت در ارتش در روسیه به سر برده است، در فکر حمایت از حقوق مهاجران تاجیک بود. با کمک او ده‌ها قضیه‌های مربوط به مهاجران تاجیک حل خود را یافتند.